تحلیل عضلات به دلیل کم تحرکی مشکلی است که بر مشکلات بیماران مبتلا به بیماری‌هایی مانند MS، سکته و ضربه مغزی، آسیب‌های نخاعی ناقص و فلج مغزی افزوده است و حتی امکان استفاده از محصولات توانبخشی را هم دشوار می‌کند. مشکلی که با نوآوری متخصصان یک شرکت دانش بنیان رفع شد. دستگاه تقویت کننده عضلات زانو را ساختیم. بیمارها قبل از اینکه از دستگاه استفاده به راه رفتن بتونن استفاده کنن، از این دستگاه استفاده کنن، عضلاتشون تقویت بشه. دستگاه زانو دستگاه الکتروتراپی مدرن هستش برای تقویت عضلات اطراف زانو و 4 گروه اصلی عضلانی پا. تحریکات الکتریکی رو به عضلات پاشون اعمال می‌کنیم تا هم باعث افزایش خونرسانی بشه، هم کاهش اسپاسیسیته و هم تقویت عضلات. چون یک جور ورزش مصنوعی برای عضلات پا هست. محصول نوآورانه‌ای که قابلیت‌های چند دستگاه مشابه وارداتی را در یک دستگاه فراهم کرده. محصولاتی که تا الان تو بازار بوده یه حالت فقط یک برنامه داشته و اون مثلا حالت ویبره یا گرم کردن و اینا بوده، اما برای ما میگم به صورت جداگانه ما اومدیم همه عضلات رو کار کردیم، هم برنامه‌های کاهش درد داره، هم خون رسانی داره و اون تقویت عضلاتش که واقعا میتونه تو طولانی مدت به بیماران خیلی کمک بکنه. دانش بومی تولید این دستگاه در کنار کارایی بیشتر قیمت ارزانتر را هم به ارمغان آورده. نمونه خارجی نداره که حالا این کارایی داشته باشه. محصول ما نسبت به نمونه خارجی بیشتر از 4 تا کارایی بیشتر داره. کارایی و عملکردی کمک میکنه به افراد و قیمتش تقریبا نصف نمونه خارجی هست. این محصول دانش بنیان ایرانی به بازارهای بین‌المللی هم راه یافته است. در حال حاضر به فرانسه، هلند، عراق و ترکیه صادر میکنیم و با چند تا کشور اروپایی دیگه مثل آلمان و سوئیس هم در حال مذاکره هستیم که بتونیم به این کشورها صادر بکنیم. این محصول دانش بنیان ایرانی بر اساس آخرین یافته‌های علمی تولید شده. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی t1.ir مراجعه کنند. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.